قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو را کارشناسان علاقه سندی واقعا تاریخی ارزیابی کردند. زیرا این حجت که از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مناسبت 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید طبق حساب پیشکی نسبت به زیاده از 20,000 نفر گمانبر شدگان، عیبدار شوندگان، سودشونده ها و محکوم شدگان تطبیق می‌گردد. در این قطار پیش از همه این نابالغان نیز قرار گرفتند که با جرم راه دادن به خطاگی لحظه‌های شیرینی حیاتشان را پس پنجره می‌گذرانیدند. قبول قانون مذکور امکانیت دوباره را برای گشتن به زندگی مقرری و انتخاب راه درستی حیات به این نورسان فراهم ساخت. ما مینداره خش را با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان می‌نمایم که بخشیده به 25 سالگی جشن قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان ما محکوم شدگان را امروز برای قانون درباره عفو قبول نموده ما را از محبس آزاد می‌نماید. گشوده شوی دروازه این محکمه برای این نورسان راه کاملا نو را باز کرد، ولی چگونه گذرانیدن و تا چی اندازه ثمره بخش نمودن آن باز هم در دست خود آنهاست. تنها عیان این است که اگر قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو قبول نمیشد، آنها هنوز هم سالیان زیاد پس این درهای بسته عمر میگذرانیدند. رحمت مالا پاشامizga رحمت مالا bolalarga عفو qildi, javob berdi. Rahmat davlat turguncha poshamiz turaversin. Yana rahmat aytamiz poshalarimizga, mana nabiralarimizga, bolalarimizga javob berdi. Rahmat poshoga. Azan dima باید که دستور پس میبرم نه ماشیش باید دستور بده نکنیش بچه میبره هزار رحمت. این نفران باشند برای پیشوازی نزدیکان خود در نزد مؤسسه اصلاحی یحیی 3 کسر 7 سرایسات اجرای جزای جنایی جمع آمدند. در دایره تطبیق قانون عفو 47 نفر محکوم شدگان از این مؤسسه به آزادی میبرایند که با اطلاع مسئولین از 20 تا 70 ساله را در بر میگیرند. قبول قانونی مذکور را این نفران نمونه عالی پرینسیپ انسان دوستانه معنی داد کرده این آغوش‌گشایی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان را برای مردم رهگم زده امکانیت برای گشتن به زندگی مقرری و اصلاح کمبودیا میدانند. من از جناب عالی به حد می‌ندار هستم که امروز یک اقدام خیر پیش گرفتم. این عفو دادن به همه مردم ما 30 سال ما رفتگی است نفقه را خوب هستیم. بسیار می‌ندار هستیم که ما کردیم از نام اهل اولیاء تمام خویشتواران هزار رحمت میگیم و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت جناب عالی که امروز این عفو در وقتش قبول کرد. بسیار فرزندای انسان‌هایی که در اینجا بودن میبرن به نزد پدر و مادر و زن و فرزند و صاحبی خانه و در و خودشان شهر. در دایره تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو علاقه از صبح صادق آزادسازی محکوم شدگان که سندی مذکور نسبت آنها تطبیق گردید در مؤسسه‌های اصلاحی شروع گردید. روشن است که در پس منظر روزگار این تعداد شخصان فرزندان، پدر و مادران، خویش و تبار، نزدیکان و دوستان و در مجموع مردم تاجیکستان ایستادند و همگی آنها از این اقدام بی‌نظیر رهبر دولت اظهار منتداری و خرسندی دارند. رهبر امین و طبق قرار سود می‌بایست که 8 سال عمر خود را پس پنجره می‌گذرانید. با قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو پس از 1 سال و 3 ماه ادای جزا اینک او به آزادی می‌براید و از کردارهای کردش در آوان پیرانسالی زیاد پشیمانی دارد. در قطار او قبول این قانون به 164 نفر زن دیگر که در مؤسسه اصلاحی 3 کسر 8 زنانه واقع در شهر نورک ادای جزا می‌کردند امکانیت داد که به زندگی مقرری و نزد پدر و مادر، فرزندان و نزدیکانشان برگردند. از صمیم قلب مادری و پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت که همه وقت ساق سلامت باشند بسیار منت داریم. از نام تمام مادران جهان سر تعظیم فرو میارم. 8 سال دادم 1 سال به مدت 3 ماه به آزادی برآمدم. هزار رحمت به جناب که مادرها را عفو کرد. سند بخشیدن و گذشت نمودن از بهترین واسطه‌های تربیت انسانی عامل مهم فهم درک مردم رهگم زده و واسطه مؤثری وارد نمودن دایره وسیع شهروندان با فعالیت سازمان‌های جمهوری و دولت است. آزادی این بانوان نیز امیدها را به آن قوی می‌سازد که در آینده توانند نه تنها خودشان در رشد جامعه سهمگذار باشند بلکه نسل خردمند و سازندران نیز به وای رسانند. زیرا موقع زن و نقش او در جامعه فعلی تاجیکستان صاحب استقلال خاصه و نمایان است. 111 ماه آزاد شدم با پیشوای ملت هزار رحمت. ما می‌خواهیم که همه زنکا آزاد شوند. من 12 سال سراغ اومده بود
خدا به شکر 1 سال 11 ماه به آزاد شد. الهیم سربلند شود 100 ساله شود. من یگان ویم نیست. منم مادر. خدا به شکر فرزندم آزاد من فخر میکنم. امروز همچنین در نزد مؤسسه اصلاحی نظامش عمومی سرایست اجرای جزای جنایی واقع در نویه یاون هم مردم زیاد جمع آمدند. فرزندان به خاطر پیشوازی پدر، مادر برای آغوشگیری فرزندانشان و دوستان برای دیداربینی دوستان، ولی همگی فضای اینجا را سپاسگزاری و منتداری برابر عاقل و دانا و غمخوار خلق احاطه کرده بود. زیرا قبول این قانون در این امید را برای هزاران هزار نفر باز کرد و هزاران عائله ها را باز سرجم و مکمل نمود. در سر بچه‌م آمدیم. خداوند جناب ولی را خطا نکند. خداوند عمری دراز بدهد. خداوند دستی کم نبیند. خداوند فیض برکت در سرت بریزد. در این روز بیشتر از 50% آنهایی که در اینجا ادای جزا می‌کردند به آزادی برآمدند. طبق اطلاع مسئولان در روز اول تطبیق قانون مذکور از این مؤسسه 793 نفر آزاد شدند و همین گونه پس از آموزش پرونده‌های باقی مانده احتمال افزایش این شماره بوده است. با ماده 307 علاوه 3 قسم 2 3 سال و 3 ماه برای من جزا پیش بینی مهلت پیش بینی کرده شد. از آن من 2 سال و 2.5 ماهش را نشستم و ما خرسند از آن هستیم که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم این یک عفو بسیار هم عجیب را برای ما تحفه کردند که ما از این خرسند هستیم. در این مؤسسه اصلاحی از سراسر تاجیکستان محکوم شدگان ادای جزا دارند و امروز برای آنهایی که به آزادی برآمدند نقلیاتی علایده به خاطر رسانیدنشان تا به منزل از جانب سرریاست اجرای جزای جنایی تشکیل گردید. قابل به تذکر است که این 16مین قانون عفو است که در کشور عملی می‌گردد و یکی از ظرفیت‌های سند فعلی قبول شده در آن است که آن نسبت به زیاده از 20,000 نفر گمانبر شدگان، عیبدار شوندگان، سودشونده‌ها و محکوم شدگان تطبیق می‌گردد. از جمله زیاده از 7,000 نفر از ادای جزا از مؤسسه‌های اجرای جزا آزاد گردیده، بیش از 4,500 نفر از جزاهای دیگر به جزاهای محروم ساختن از جزای به آزادی علاقمند نبوده آزاد کرده می‌شوند. نسبت به محکوم شدگان زیاد مهلت ادای جزا محروم ساختن از آزادی کم کرده می‌شود. قانون مذکور اینچنین نسبت به زیاده از 2,000 شخصانی که پرونده‌های جنایی آنها در بررسی مقامات تحقیق، تفتیش پیشکی یا سودها قرار دارند تطبیق کرده می‌شود. از ساعت 6 صبح علاقه نزد بینای کلونای تربیوی 3 کسر 12 سیر آدم بود. والدین این نوبت نه برای خبرگیری بلکه برای بردن فرزندانشان به خانه آمدند. در اینجا اساساً نابالغانی که دست به این یا آن جنایت زدن نگاه داشته می‌شوند و در دایره یک سند تاریخی دیگر قانون درباره عفو 60 نفر آنها که همگی از 14 تا 16 سالند به آزادی می‌برآیند. برای پیشترمان آمدیم از پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ولی رحمان ما می‌نداریم. فرزند ما داومی 1 سال شد در همین محبت شدگی بود. 5 سال دادگی بود. ما رحمت بایی میکنیم با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که این قصالی ویا بخشیدن مقصد. کوشش میکنیم از سپس که مقصد تربیت خوب بتیم با این کارهای ناشایسته دست نزنم.